بسم الله الرحمن الرحیم. تأملی بر نام عالم ربانی مرحوم حاج میرزا محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه. مرحوم حاج محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه از بزرگان مکتب، اگرچه نزد دوستداران مکتب چهره‌ای مشهور و معروفند، ولی نزد برخی از اهل تحقیق همچنان ناشناخته باقی ماندند. نتایج این بی‌توجهی در تحلیل‌ها و تعبیرهایشان از این بزرگوار به خوبی مشهود است. گاهی از این بزرگوار با نام میرزا محمد باقر خندق‌آبادی یاد می‌کنند و در جایی میرزا محمد باقر درچه‌ای خندق‌آبادی. تعبیر خندق‌آبادی به نشریه‌هایی همچون مکتب وحی راه یافت و در کتاب‌های مرجع هم استفاده شد. در کتاب فرق اسلامی محمد جواد مشکور چنین آمده است: پس از حاج محمد کریم خان شیخیه بر چند فرقه شدند. یکی باقریه پیروان محمد باقر خندق‌آبادی که نخست نماینده حاج محمد کریم خان در همدان بود، سپس دعوی استقلال کرد. این شخص بعدها معروف به میرزا محمد همدانی شد. در هر صورت علت و منشأ قابل اعتمادی برای این نامگذاری یافت نشد. شاید علت این نامگذاری بر آقای شریف طباطبایی برداشتی اشتباه از اسم جندق بوده که چون جندق را نمی شناختند به خندق تغییرش داده و این نام را ساختند. درباره اضافه شدن درچه‌ای در بعضی از منابع دو احتمال می رود. احتمال اول اشتباه کردن شخصیت این بزرگوار با شخصی دیگر است، زیرا مرحوم آقا سید محمد باقر درچه‌ای متوفای 1342 قمری از اساتید مشهور حوزه اصفهان بودند که از جمله شاگردان ایشان جلال الدین همایی است. احتمال دوم این که به محض اصفهانی بودن ایشان این لقب را اضافه کردند. باید از برخی در عجب بود که این تحریف واضح را در کتاب‌های خود نقل کردند، از مؤلف فرق اسلامی گرفته تا دیگران. به این عبارت توجه کنید: شیخیه باقریه یکی دیگر از فرقه‌های شیخیه است که پیرو محمد باقر خندق‌آبادی درچه‌ای معروف به میرزا باقر همدانی نماینده حاج محمد کریم خان کرمانی در همدان بودند. در هر صورت روشن است که تعبیر نزدیک به واقع همان است که باستانی پاریزی به آن اشاره کرده و نوشته است: حاج سید محمد باقر شریف طباطبایی هم که رئیس و پایه‌گذار شیخیه همدان و نائین و جندقه است. و سپس عباراتی دارد تا اینکه می‌نویسد: حاج سید محمد باقر بعد از واقعه همدان به جندق مهاجرت کرد و بیشتر شیخیه جندق حاج محمد باقری هستند و مدرسه مخصوص نیز دارند و یغمایی نیز یکی از آنها بود. البته باستانی پاریزی به جای میرزا از واژه سید استفاده کرده است و حاج محمد باقری نیز عجیب می نماید. البته واژه باقری برای دوستداران این بزرگوار استعمال می شود و ترکیب شیخیه باقریه در بعضی کتاب‌ها به چشم می خورد. همچنین این واژه به عنوان نام فامیلی برای آنانی که از نسل این بزرگواران نیز استعمال می شود. مرحوم محمد رضا باقری رحمت الله علیه در شجره‌نامه آقایان باقری به این نکته اشاره کردند که و مخفی نماند باقری به حساب جمل و حروف ابجد 313 می شود. رقم مبارکی است که مطابق است با عدد اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عدد اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ بدر و عدد لشکر طالوت که در مقابل 60,000 نفر لشکر جالوت پیروز شدند. و موارد دیگر هم دیدم که حال در نظرم نیست. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه از این بزرگوار با لقب اصفهانی یاد می کنند
و علت بیان این لقب این است که زمان نگارش این فرمایش پیش از اقامت آقای شریف طباطبایی در همدان و جندق است. از این رو به اصفهانی اکتفا شده، چرا که مرحوم شریف طباطبایی در قحی اصفهان متولد شده و تا دوران جوانی در اصفهان بودند. فراخور این بحث به نکته دیگر درباره نام این بزرگوار اشاره می‌کنیم و آن استفاده از واژه شریف است. میرزا محمد باقر شریف طباطبایی. مختصر مطلب این که یکی از موارد استعمال واژه میرزا برای افرادی است که از طرف مادر سیدند و در لسان علما گاهی از سیادت به وسیله واژه شریف یاد می شود. چنانکه در لغتنامه دهخدا یکی از معانی شریف را سید علوی دانسته است. اینک به اشتباه دیگری اشاره می کنیم. نام یکی از علمای شیعه در همدان محمد باقر بهاری است. وی با آقای شریف طباطبایی اعلی الله مقامه معاصر بود، ولی در سال 1297 قمری به عتبات عالیات مشرف شد. یکی از اشتباهات تاریخی خلط میان این دو شخصیت است. سابقه این تصحیف و خلط به گونه است که در منابعی همچون دانشنامه جهان اسلام به این موضوع تصریح شده است و مشابه به این مضمون در کتاب اعیان الشیعه نیز رسیده است. این اشتباه در کتاب تراجم الرجال نیز روی داده است، به گونه‌ای که در جلد سوم صفحه 92 آمده است: محمد باقر ابن محمد جعفر الشیخی البهاری الحمدانی، و در صفحه 91 آقا محمد باقر الاصبهانی. به هر روی، شرح حال مفصل مرحوم بهاری همدانی در مقدمه کتاب القضاء و شهادات ایشان به چاپ رسیده است و شرح حال آقای شریف طباطبایی غیر از منابع مکتبی در کتاب‌های مختلفی از جمله در کتاب خاندان شیخ الاسلام مرحوم مهدوی به مناسبت ارتباط نسبی ایشان با مرحوم محقق سبزواری آمده است. تحریف نام حقیقت را پنهان نمی کند، اما آینه تاریخ را مخدوش می سازد. عالم ربانی حاج میرزا محمد باقر شریف طباطبایی نه خندق‌آبادی بود، نه بهاری و نه هیچ نام ساختگی دیگر. او عالمی ربانی و ستون استوار مکتب بود. تاریخ اگر عدالت کند، باید ایشان را به همان نام بخواند که بود، نامی که با علم، شرف و خدمت به دین گره خورده است، نه با اشتباهات تکراری قلم‌ها. اعلی الله مقامه و رفع فی دار الخلد اعلامه.